آقا ما مدار رو شستیم، تموم شد. یه بار مدار رو داریم وکیوم میکنیم، یعنی یه بار مدار رو وکیوم میکنیم با وکیوم 2 مرحله‌ای که حالا اگر تو مواد چیزی توی لوله یا مدار مونده توسط وکیوم بکشیم. یه بار اینطوری وکیوم میکنیم، یه بار هم موقعی که دیگه کار رو تموم میشه باز دوباره وکیوم میکنیم. وکیوم هم به این صورتیه که بس بکنیم به لوله برگشت، نها کنید لوله مویی رو هر از گاهی آزاد میکنیم، باز میکنیم روش رو که هوا بکشه، بعد دوباره انگشت رو میزنیم. این نها کنید صدای چیز تغییر میکنه وکیوم. بیشتر این کار رو انجام میدیم به خاطر اینکه چون ما با بنزین میشوریم، بنزین هم تبخیر میشه، هم که تبخیر میشه از تو لولا با وکیوم میکشیمش بیرون. حالا اگه چیزی مونده باشه که حالا چیزی هم به اون صورت نمونده. چون کترینگ غذا بیرونه، خیلی هم چند هم یخچال دارن که ما کاراشون رو انجام میدیم. نها کنید دوباره من انگشتم از روی لوله ور میدارم، صدای وکیوم رو نها کنید. چند ثانیه میذارم اینطوری کار کنه، دوباره انگشت میزنم جلو.